بدنه نیمه‌کاره یک موتر دستساخت جوانان بلخی در جاده‌های شهر مزار شریف. این موتر حاصل 40 روز زحمت حامد و 3 صنفی آن است. این موتر که با ابتدایی ترین وسایل در حال ساخت است، نزدیک به 100,000 افغانی هزینه برداشته و قرار است تا 2 هفته دیگر کار آن تکمیل شود. حامد گلبرگ یکی از سازنده های این موتر می گوید که موتر دست ساخت آنان توان انتقال 1 تن وزن را دارد. وقتی که دیدیم توانایی ها را در خود ما، باز گفتیم چرا اهمیت حال نسازیم و تقریبا 40 روز پیش این موتر کارش شروع کردیم و فعلا 1-2 هفته دیگه شاید تا بهره برداری وقت لازم داره و همچنان تا حال 1 لک افغانی مصرف برداشته و شاید 50,000 افغانی دیگر هم مصرف خواهد داشت. اما آنچه که سبب نگرانی این جوانان خلاق شده، نبود حمایت‌های مالی از سوی حکومت و سایر نهادهای داخلی و خارجی است. این جوانان میگویند در صورتی که مورد حمایت قرار گیرند، میتوانند در آینده دست به اختراعات بیشتر خواهند زد. بعد از این موتر قصد از این داشتیم که یک طیاره جور کنیم که شاید 4 نفر یا 5 نفر حمل بتانه، ولی تا فعلا کدام حمایتگر درست پیدا نتونستیم تا که او را کارش شروع کنیم. که می موتر تا با حال پیش بردیم و ساختیم. ما خواستیم از دولتی است که جوانای افغانستان هم کمتر از جوانهای کشورهای دیگر نیستن، ولی ما امکانات و دسترسی و حمایتگر نداریم که اگر به ما دسترسی و امکانات و حمایت ما را بکنن، ما میتونیم چیزهای بیشتر و خوبتر از این بسازیم و در آینده یک افغانستان پیشرفت و ترقی داشته باشیم. در همین حال مسئولان محلی بلخ میگویند که آنان برای حمایت از جوانانی که خلاقیت میکنند از هیچ نوع تلاش دریغ نمیکنند. آمریت امور کار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از ماه حمل 1402 تا به امروز که ماه 8 هست، تقریبا 5,000 جوان را در ولایت بلخ